الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سخنان عزیزمون جناب مولانا حافظ اسماعیل استفاده کردید و در این اوقات باقی مانده آیه حضورتون تلاوت شد و پیرامون این آیه مطالب مختصری را خدمت شما عرض کنم به توفیق الله تعالی و به امید آنچه که مرضیات الله تعالی است، رضامندی پروردگار به این بنده ناچیزش توفیق عنایت کند. به همه ما الله تعالی توفیق عمل نصیب بفرماید. الله تعالی در این آیه از احسن الاقوال و از بهترین سخن که از اون سخن معنی این که سخن بهتری وجود نداره و الله تعالی از اون بهترین سخن و بهترین گفتار و بهترین گفتگو الله تعالی فردا برداشته و این را برای من و شما معرفی کرده است که چه کسی در میان شما از لحاظ گفتار و سخن بهترین گفتار را داره و کدام سخن شما بهترین سخن است و بهترین حرفه. و الله تعالی فرموده او کسی که به سوی الله تعالی دعوت میدهد و سخنش و گفتارش مردم را دعوت به الله میدهد. گاهی آدم ممکنه حرف خدا را بزند ولی ریاکارانه باشه و میخواهد برتری خودش را بیان بکنه، فضیلت خودش را بیان بکنه، نمایش میده با بیان کردن با دعوت الله و با سخنان خوب ریاکارانه هست. و لحاظا آیه این شامل نیست. آیه شامله که به الله دعوت بده، حرفش برای الله است، در جهت الله و این سخن بهترین سخنه، بهترین حرفه. اگر ما روزانه سنجش بکنیم و محاسبه بکنیم که چقدر حرف زدیم امروز و این سخنانی که ما زدیم، این سخنان شما در نظر داشته باشید که در این سخنان شما او سخنی که بهترین سخنه و مایه رضامندی الله تعالی است، مایه خوشنودی پروردگار برای شما عمل صالح اجر داره. کدام سخنی در بین سخنان روز ما؟ اونی که به سوی الله دعوت باشه. او حرف منصفانه که زدیم، حرفی که عادلانه بوده، حرفی که برای خدا بوده، حرف حق که بی‌طرفانه باشه. از واقعیت صحبت کردیم، از خدا صحبت کردیم، به سوی الله دعوت دادیم. این سخنان بهترین سخنان و اگر ما این سخنان جدا بکنیم و خدا بدانه
که در مجموع سخنان روز ما چقدر سخنان که برای الله بودند و مایه خوشنودی الله که از زبان بنده الله تعالی این حرف جدا شده، بل زبان در حال او بنده که خدا طلبی داره، خدا خواهی داره، دنبال رضامندی الله، از زبان او جدا شدن. لحظه این بهترین سخنان و سخنه اگر ما این چنان کاری را بکنیم که این سخنان خودمون را با هم جدا بکنیم، شاید سخنان نیک ما که در جهت خدا اونها خیلی کم باشد و شایسته است که بیشتر ما اون سخنان به زبان بیاوریم و در آن مسائل فکر بکنیم که هم نفع دنیای ماست، هم نفع آخرت ماست، هم رضامندی الله و هم اجر و ثواب و پاداش دنیا و آخرت هست. اون حرفهای اون گفتار نیک اونن که به سوی الله باشد، برای الله باشد. الله این حرف را پسند داره و لحاظا مؤذنین که اذان میدن و در مؤذنین اگر دیگه نیکی داشتن باشند گفتار نیک ولی کلمات اذان هم اینها از بهترین دعوت است. چون مؤذن دعوت میده با این کلمه مردمان به عظمت الهی، به وحدانیت خدا را مؤذن تذکره میکنه و یاد میکند و مؤذن حی علی الصلاة میگه، حی علی الفلاح، به رستگاری بیایید، به نماز بیایید. و مؤذن دعوتش کامله، اذان یک دعوت کامله که در اذان دعوت داده میشه به مردم، نام الله بلند میشود و از وحدانیت و عظمت الله، از شهادت به رسالت آن حضرت، شهادت به وحدانیت خدا صحبت است و کلمه توحید لا اله الا الله مطرحه، الله اکبر مطرحه، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح. مجموع این اذان این یک دعوت کامل است که مؤذن میدهد. در رابطه و فضیلت مؤذنین حدیث مطالب بزرگ را بیان کرده و روز قیامت مؤذنان گردنشون بلنده در میدان محشر، سر بلندن، این معنیش اینه. و هر کسی که مردم را به خیر دعوت بدهد، به خوبی دعوت بدهد، به سوی الله دعوت بدهد، این هم روز قیامت سرش بلنده. توجه داشته باشید که اینجا قرآن بهترین گفتار و بهترین سخن معرفی کرده که دعوت الله است و بهترین عمل هم، بهترین عمل او عملی است که در جهت الله تعالی باشد و بعد نشر خیر باشد که انسان عملی را انجام بدهد که او عمل در جهت خدا است، عمل بسیار خوبی است و بعد با عمل خودش هم او به سوی الله دعوت میدهد و لحظه عمل هم میتونه بهترین عمل شما او عمل باشه که شما مردم را با عمل کرد خودتون به عنوان مسلمان به اسلام دعوت بدید، به دین دعوت بدید، عمل را انجام بدید که شما به عنوان دیندار مردم تحت تاثیر قرار بدید که مردم به اسلام نزدیکتر باشد، به خدا نزدیکتر باشد. شما با عملتون مردم را به الله نزدیک کردید، با گفتارتون. لذا این بهترین رویه، بهترین صورت. و برعکس حالا
مفهوم مخالف میشه نزد بعض معتبره که بدترین گفتار شاید در دنیا او گفتار غیر منصفانه، غیر عادلانه، گفتار ظالمانه و گفتاری است که مردم را از الله دور میکنه و نفرت میده از دین و نفرت میدهد، بالاخره مردم متنفر میکنه از دین. این گفتار بدترین گفتار نزد الله تعالی. و یک چیزی که آن حضرت صلی الله علیه وسلم را تکان داد و آن حضرت صلی الله علیه وسلم هیچ زمانه تو حدیث که به اندازه ناراحت نشدن سر منبر رفتن و خطاب به صحابه کردن و گفتن که ان منکم منفرین، ان منکم منفرین، شما بعضی مردم از دین نفرت میدن. این در محضر صحابه، در مجلس صحابه آن حضرت صلی الله علیه و چه بود این نفرتی که کسی داده بود؟ گفتن که مردم شکایت کردند از دو تا صحابی، اون صحابه معمولی هم نبودن، صحابه بزرگان. گفتن یکی از این دو صحابه نماز عشاء را طولانی کرد و طرف کار کرده بود، کشاورز بود، زحمت کشیده بود، آمد ایستاد، دید که او سوره بقره را میخوانه و نمیتونه بی ایسته، نماز کت کرد و از نماز بیرون شد. و وقتی که بعداً برای او صحابه یاد کردن که فلانی نماز را ترک کرده، او را ملامت کرد که کار درست نکرد. او آمد پیش آن حضرت شکایت کرد که ما کار میکنه، بالاخره به خوابیم، این شب این بزرگوار نماز طولانی کرده، سوره طولانی خوانده، من نتوانستم بیستم. و یکی نماز صبح طولانی میکرد. این به عبادت قرآن تلاوت کرده، حرف بدی نزده، ولی آن حضرت فرمود ان منکم منفرین، شما از دین نفرت میدید. ولهذا خیلی عصبانی شد. گفت که چرا شما سوره کوچکتر نمیخوانید؟ چرا سبح اسم ربک الاعلی در نماز عشاء سوره های متوسطه بخونید که مردم تحمل کنند؟ در مردم ضعیف است، در مردم مریض است، در مردم صاحبان حاجت، مسافره و عجله داره که به پرواز برسه، عجله داره که به بلیط داره به ترمینال برسه. ولهذا سوره های متوسط بخونید در نماز عشاء و در نماز صبح. همه طوال مفصل هست که سوره های از حجرات به بعدن که این حضرت طولانی نیست. و روی این مهمه که ما با عملمون، با اقوالمون مردم از دین نفرت ندیم، بلکه ما با عمل کردمون، با اخلاق حسنه، با مهمان نوازی، با برخوردهای خوب، محبت آمیز، محترمانه، نگهداری حرمت مردم و با دعوت به سوی الله، به سوی خیر، به سوی خوبی، مردم به سوی الله تشویق کنیم. و لحاظا این بهترین گفتاره و بهترین رویه همینه که مردم از عمل ما تحت تاثیر قرار بگیرد. به عنوان یک مسلمان از عمل کرد ما و اسلام واقعی، اسلام حقیقی همینه عزیزان من که رفتار ما، کردار ما، گفتار ما در یک میزان صحیح باشه، قابل قبول باشه برای اخلاقهای نیک، برای رفتارهای نیک، عادلانه باشه، منصفانه باشه، دروغ نگیم، چرا که دروغ بزرگترین انحراف در کلامه، بزرگترین کجی در سخنه.
و دروغ ظلمه، دروغ غیر منصفانه، دروغ غیر ناحقه، غیر حقه. دروغ نگیم هیچ وقته و حرف راست و حرف درست و حرف صحیح، عمل ما هم درست باشه و اخلاق ما هم صحیح باشد و گفتار ما درست باشه. این خداپسندانه والله از این راضی میشه و این حرفا تاثیر داره و این حرفها مردم را به الله نزدیک میکند. و گاهی ما فکر میکنیم که بعضی از مردم ما هستند که بالاخره لباس ما را به تن می‌دارند و اینها اگر بالاخره حرف خوبی بزنن، حرف منصفانه، و اگر اینها با اخلاق خوب با مردم رفتار بکنند، میگه این بزرگترین احسان بر ماست، چرا که مردم از قوم ما خوشحال راضی میکنند، خوشبین میکنند. یک ایرانی اگر توی دنیا حرف مناسبه بزنه برای همه ما مایه خوشحالی است. بگه یک ایرانی حرف زده و اگر صحبت خوبی بکنه مایه رحمت و خوشحالی برای ماست. ولی اگر یک هم لباس ما بره به مردم ظلم بکنه، راه را ببنده و در بی انصافی بکنه و گروگانی ببره، آدمی بکشه و کار خلاف را انجام بده، بزرگترین ظالم همون انسانه که بر ما ظلم کرده و بر لباس ما ظلم کرده است. و برای ما این افراد تاوان دارند، نقصان دارند که مسیر خلافه و برخلاف اخلاق انسانی، برخلاف اخلاق اسلامی، برخلاف انسانیت رفتار میکنند. و ما باید درود بفرستیم بر کسی که این لباس ما را به تن بکنه و کار درست انجام بده، صحیح انجام بده، منصف باشه، عادلانه حرف بزنه، حرف خلاف نگه، با مردم خوبی بکنه. و خیلی دیره که شخصی که الان وفات کرده الله رحمتش بکنه، در فرودگاه تهران ما با هم ملاقات کردیم و هم به همه پرواز با هم بودیم توی پرواز و کسی از اهلی تهران آمده بود دنبال او، با ماشینی آمده بود و او که گفت که این پیش نماز ما است و به هر حال او اصرار کرد که تو خانه ما بیا و من گفتم که جای دیگه من میرم و برنامه جای دیگری. اون نه، پارا به یک کفش گذاشت که تو باید حتما بیایی تا خانه ما همراه شدیم به همین شخص زاهدانی و به ماشین او سوار شدیم و ما را برد توی خانه و خیلی پذیرایی کرد و اکرام کرد و بعد گفت که من از این زاهدانی از مردم بلوچ من خیلی متاثرم. گفت چه کار کردم بلوچ با شما؟ گفتن که این معاملات داشتیم با هم و تجارت داشتن و گفت که این از بازرگانان تهران بود. گفت که این اشتباه من کردم، اشتباه ما کردیم توی حساب و پولی که خیلی پول کلانی بود اون زمانه در همه حساب رسیه من اشتباه شده و به طرف او رفته است و او به من زنگ زده که تو پول اضافی به من فرستادی، اشتباه کردی. من گفتم نه، او خودش دانشگاهی بود، تحصیلات دانشگاهی داشت. گفت که من این بلوچی که سواد هم نداشت و بالاخره گفت که گفتن نه من حساب کردم، حساب من دقیقه درسته. گفتن نه تو مجدد حساب کن و من بعض که حساب رسی کردم دیدن که
من چه اشتباهی بزرگی مرتکب شدم. و او را که گفته که چی بدید هر دوتا او با همه فکر حساب کرده و با انگشت حساب کرده تا این حساب با هم برابر در آمد. پول من داده و من گفتم من متاثر شدم که اینا چقدر آدمان خوبی هستن. من خدا را شکر کرده که این سرش به یک آدم منصف افتاده و سرش به یک کلاهبردار نه افتاده است. حالا میگه اینا همه منصفان. میگو بلوچ و کرد همه منصفان، آدمان خوبان. گفته خدا را شکر که سرش به کلاهبرداری نه افتاده. اگر سرش به کلاهبرداری می افتاد میگو همه اینا کلاهبردار. یک آدمی که بد بکنه مردم میگه در میان اینا خوب نیست، همه اینطورا. و اگر یکی بد بکنه بالاخره به چوب او همه مهارا میزنن. اینن همین مسئله برای دین. اگر یک دیندار متدین، یک شخصی که خودش را مسلمان میگه، اهل نمازه، اهل طاعت هست، و این اگر با اخلاق خوب، با رفتار خوب، با سلیقه خوب عمل بکنه و درست عمل بکنه، مایه هدایت مردم میشه، خوشبینی از دین میشود. ولی اگر بد رفتار بکنه این انسان نزد الله تعالی نفرت انگیزه. بره نماز تهجد هم بخوانه، هر سال بره حج، ولی این عمل خدا پسندانه حج و نماز. ولی نباید گفتار به انصافانه بزنه، غیر منصفانه ظلم بکنه، اجحاف بکنه، بد رفتار بکنه و مردم از دین نفرت بده. ببینا نماز را طولانی کردن، حضرت فرموده که شما از دین مردم نفرت میدید. از نماز مردم نفرت دادن از دین نفرت دادنه. شما مردم فراری میدید از مسجد به جایی که مردم جذب بکنید. صحابه آن حضرت و لحاظا همه باید اعمال خودشون مواظب کردار خود باشه، مواظب رفتار خود، مواظب گفتار. بهترین گفتار شما اینه که شما خسته را مشوره خیر بدید، به راه خیر دعوت بدید، به راه نیک دعوت بدید، تشویق کنید به خیر. و این بهترین گفتار نزد الله تعالی، بهترین عمل کرده. و بعضی هستن متاسفانه که رفتار و کرداری را انجام میدن که مردم به گناه جرأت میدن، مردم به مقابله فرا میخوانند که بیاین کار خلاف انجام بدن. و واقع قدیمی یک شخص دیگری واقعا یادم آمد که اینجا معلم بود در اوائل که مدرسه ساله 50 قبل از انقلاب تقریبا، و معلمی داشتیم اینجا. و این گاهی همین بچه ها را می گفت که اینجا طلاب درس میداد و طلاب اون زمان مدرسه همه کم سن بودن. گفت که این بچه ها کفر آدم در میارن، کفر آدم گو این بچه ها در میارن. خیلی عصبانی میشد و داد میکشی سرینه، گو اینا کفر ما را در آورد. حالا عزیزان گاهی است که یک مسلمان ممکنه بر رفتار و کردارش کفر آدم در بیاره، آدم کافر کنه بگذاره، و این بزرگترین جنایت، بزرگترین ظلمه. هر کسی از ما باشد من این کار بکنم خدا نکرده با گفتارم که کفر آدم در بیاره، و این بالاترین جنایت. ما راه خدا را باید به نحوه بریم، حرف خدا را به نحوه بزنیم، دستور خدا را به نحوه اجرا بکنیم که مایه نفرت نباشه توی جامعه، مایه بدبینی از دین نباشه، مایه بدبینی از اصل اسلام نباشه. و این خیلی مهم هست. ولهذا همه مسئولان، همه ما، همه علما، همه مردم و همه مسئولان باید مواظب باشند که
مردم ما نفرت ندیم از عمل کرده خودمون. رفتار ما به نحوی نباشد که نفرت انگیز باشه، مردم از دین بزنه، مردم از خدا دور بکنه، مردم از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم دور بکنه، مردم از اهل بیت دور بکنه، از صحابه دور بکنه، از بزرگان دور بکنه. این جرم نابخشودنی است. این اگر این کار هر کسی از ما بکند، تو این رفتار باید چنان رفتاری باشه و کردار چنان کرداری باشه که مایه فراری دادن مردم از دین، مایه نفرت از دین نباشه. ولذا اخیراً بعضی متاسفانه اخیرش بعضی خود را مثلا اعدام کردن و خودکشی کردن. خودکشی تو ملکمون زیاد شده و این توجه داشته باشیم که به هر حال ما دین اسلام دین رحمت هست و پیامبر رحمت و نباید از عمل کرده بنده و امثال بنده کسی چنان بیزاری باشه از زندگی، از دین، که دست به خودکشی بزنه و یا نسبت به دین عمل کفرآمیز انجام بده و عمل خلاف انجام بده و بالاخره با او عمل کرده ما که ولو اینکه عمل کرده ما عمل کرده صحیح و درست هم باشد، ولی عمل کرده صحیح و درست را به نحوی باید انجام داد. ما اعمال و احکام و دستورات الله تعالی را به نحوی تبلیغ بکنیم که به نحوی اجرا بکنیم. اون چیزی که ما از دیدگاه هر کسی از دین یک چیزی ممکنه این دیدگاه متفاوت هم باشد، ولی به نحوی انجام بدیم که مایه نفرت توی جامعه نباشه، مایه انزجار توی جامعه نباشه و گرفتاری درست نکنه، مشکلات درست نکنه. نباید من یادم هست که اول انقلاب یه هواپیمایی را گروگان گرفته بودن و آوردن توی فکر کنم ایران آوردن و از جای و بنیانگذار جمهوری اسلامی اینها هم از همین طرفداران انقلاب بودند. او بنیانگذار جمهوری اسلامی بسیار غضب کردن روی مثلا، خشم کردن که چرا کاری را انجام بدن که جهانیان متنفر بکنن و احساسات مردم دنیا را برانگیخته بکنن. و من گاهی تعجب میکنم که بعضی از ماها از احساسات مردم دنیا هیچ پریشان نمیشه و پروا نمیکنن. تو یک مسیری که ما میریم باید ما نگاه کنیم که این راهی که میرویم با بالاخره احساسات را علیه ما تحریک نکنه، دنیا را علیه ما برانگیخته نکنه و مجامع بین المللی و مجامع حقوقی و دیگران باید رفتار به نحوی تنظیم بکنیم ما که بالاخره دنیا علیه ما تحریک نشه، احساسات شد تحریک نشه برای ما، برای کشور ما، برای ملت ما و هم ملت ما هم دولت ما و همه اینها باید رفتارمون به نحوی باشه که نه برخلاف قوانین بین المللی باشه، نه با اسلام تطبیق داشته باشه، با سیره آن حضرت، سیره حضرت علی و این مسائل که خیلی مهمه که ما در نظر بگیریم و مایه کفر کسی را در نیاوریم
و احساسات کسی را تحریک نکنیم و کسی را از دین دور نکنیم، چرا که مسئولیتش روز قیامت بر گردن ما خواهد بود. و همین که الله تعالی به حضرت موسی در مقابل فرعون گفته فقولا له قولا لینا، شما به قول سخن نرم بگید در مقابل فرائنه زمان. و بالاخره مسئولیت ما همینه که ما در مقابل فرائنه امروز فرعون داره. حضرت موسی را گفتن که شما و هارون سخنان نرم، یعنی سخنان مستدل دلسوزانه بگی. و مهمانی داشتیم اینجا و اوائل غلب آمد، گفت که توی جلسه گفت که اسلام ما اسلام پرخاشگری است. از مسئولان گفت و ما توی جلسه نشستیم و گفته که توی اسلام ما پرخاشگری ندیدیم، حکمت دیدیم. و چیزی نگفتم ما توی جلسه، ولی توی دل گفتیم که اسلام با اسلام عادلانه باشه، حرف منصفانه باشه، خداپسندانه باشه. این پیامبران الله تعالی حضرت رسول هم می فرماید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة. علما هم نباید سر منبر پرخاشگری بکنن و بالاخره بلکه گفتار خوب بگن و گفتار نیک بگن. و من احسن قولا ممن دعا و می فرماید ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. خدا به پیامبر میگه که در مقابل ابو جهل ها و ابو لهب ها حرف حکمت بزنه، حرف ملایم بزنه، حرف مستدل و دلسوزانه بزنه. و پیامبران و حضرت تمام انبیاء علیهم السلام سخنانشون که نگاه کنید همه سخنان حکیمانه، دعوت قرآن دعوت حکیمانه. و روی این به هر حال ما درسته که ملت ما انقلاب کرده و ملت انقلابی هست، ولی انقلاب معنیش پرخاش نیست. انقلاب معنی که تحولی باید در اخلاق بیاید. بالاترین انقلاب اخلاق، عقیده، تقوای، دیانت، سازندگی است، اقتصادی، معیشتی، عدالت. انقلاب معنیش همین بوده. و انقلابش من جنگ و درگیری نیست. و ما توصیه ما اینه که شرایط سخت در کشور داره میآید و احساس میکنیم که آینده مشکلات سختری و تحریم‌های بیشتری در همین تحولات اخیری که در بسیاری از دنیا شکل گرفته، تحریم‌های شدیدتر و سختی‌های بیشتری در راه. توصیه ما دلسوزانه به مسئولانه که تدبیر بکنن و با احساسات برخورد نکنن و از راه واقعیت با مسائل برخورد کنن، بیندیشن و واقعیت ها را در نظر بگیرن. و به هر حال الحمدلله توی اخیراً برخورده و سخنان کم و بیشی که بنده گاهی اخباری را گوش میکنم همینه که مسئولان هم من همین احساس میکنم که مسئولان در لهجهشون یک سری حرفای درستی هست و که در جهت خاموش مقابله کردن با اون نقشه هایی که دشمنان دارن، توطئه‌ای که دشمنان دارن و میخواهند تحریم‌ها را شدیدتر کنن بر ملت که واقعا جای بیشتر تحمل سختی‌ها را نداره. ملت ما به نقطه آخر، از نقطه آخر که قرمز هم رد شده، قرمز هم رد کرده است و لحظه تدبیر میتونه که ما جلوی بروز جنگ را بگیره و تدبیر میتونه جلوی بالاخره تحریم ها را بگیره که همه اینا جنگن و بالاخره همه جنگ ها را، انواع جنگ ها را با تدبیر و با حکمت گرفته بشه. و این توصیه ما آن دلسوزانه و خیرخواهانه که
بیشتر اختیار این سیاست های خارجی را بدن به دست دولت، به آقای پزشکیان و با تعامل و با مدارا که دستور اسلامی است. الا ان تتقوا منهم تقا، تفسیرش همین نزد همه مسلمانان، بیشتری مسلمانان بگم که اینجا توصیه به مدارا هست در قرآن عظیم با تعامل، با زندگی مسالمت آمیز و ملت ایران و فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی فرهنگ مداراست و تعامل. ما با جهان باید تعامل بکنیم، با جهان مدارات داشته باشیم و اهل مدارا باشیم، اهل تعامل باشیم و از کلمات خشن و سخت همه پرهیز بکنیم. و این هم دستوری که ما از قرآن میگیریم، از سنت میگیریم. و به هر حال این یک توصیه بود. و توصیه دیگری بنده آخری آن است که به جهانیان هست، به دنیا هست که دنیا راههای اشتباه را نبره. حالا متاسفانه من بنده اینا به هر حال صراحت میگویم که دنیا داره در راه غلط میره، غربی هم در راه اشتباه میره و بسیاری از این مجامع بین المللی راه درست میخوان ببرن اما به راه اشتباه میره. تمام این خصومت هایی که منازعاتی که انجام میگیره بالاخره در خاورمیانه متاسفانه توی مسیر صحیح نمیره. اسرائیل هم همینطور به هر حال به همون تجاوزش و اشغالش بر سرزمین فلسطین ادامه ده. 70 سالی که این منازعات در خاورمیانه و این تحلیل درسته و آسیب شناسی صحیحه. به انشاءالله این تا کسی جواب نداده این آسیب شناسی که می شود در این رابطه که این تمام این تروریسم بین المللی و این ناامنی های خاورمیانه و خیلی از دنیا از همین منازعات سرزمین فلسطین و اسرائیل که با هم اختلاف داره از اینجا بلند شده. امریکایی هم خیلی هزینه دادن، خیلی هزینه دادن، دیگه خاورمیانه هم خیلی هزینه داده، چرا که این تو مسیر صحیح نرفتن. متاسفانه بالاخره مسیر صحیح بین هر دو طرف هم کسانی که حامیان اسرائیلن و هم کسانی که اونا دست بالاتر دارن و هم حامیان فلسطین، همه و همه به جای احساسات همه تلاش کنند که این فلسطینی ها از اسرائیل به تجاوزش و به اشغالگریش پایان بده و سرزمین های فلسطینی را ویل بکنه و فلسطینی حکومت مستقلی داشته باشه. و این میتونه امنیت همه دنیا را تامین بکنه. این میتونه که خاور میانه را به امن بکشه. و اگر این مسئله حل بشه که در این شرایط جدیدی که در امریکا هست این توانایی وجود داره که این کار بکنن، فشار بیاورن غربی ها، امریکایی ها بر اسرائیل و بالاخره اسرائیل قانع کنن که حق فلسطینی را تسلیم بکنه و دولت اونها را همه دنیا دولت فلسطینی را به رسمیت بشناسه و قبول بکنه. و عرض بزرگ شما این منازعات ختم میکنه در خاورمیانه، همه سود میبرن، همه به امنیت میرن. و این شکایتی که امروز توی دنیا از نیابتی ها است که بعض دولت ها برای خودشون نیروی نیابتی داره، این هم تمام میشه دیگه. نیابتی ها اگر یک دولتی برای خود گذاشته برای همین که بالاخره
همین اختلافات حل بشه و این اختلافات که از بین بره دیگه این هیچ چیز معنا پیدا نمیکنه، مستحق پیدا نمیکنه. ولی هر کسی میره پای کار خودش، دنبال کار خودش و بالاترین مقابله در با تروریسم بین المللی هست، بالاترین مقابله با ناامنی در خاورمیانه و دنیایی که این منازعات 70 ساله به پایان برسه. این کشتارهایی که ما میبینیم بیرحمانه از هر طرفی که کشتار آدمان بی دفاع و بی گناه را میبینیم دیگه آینده شاهد نمیشه. و ما آخری جمله بنده که آنه که توصیه بکنم برای امنیت، متاسفانه اخیراً مشکلات های مقدار متوجه شده و همه طرف ها را توصیه میکنم به نگهداری امنیت و فصلداری امنیت و استان ما باید امر باشه و بالاخره کسی هر صحبت داره و هر مسائل داره راهش گفتگو هست، راهش حرفه و بالاخره همه به حرف زدن و صحبت کردن و انتقادهای سازنده بالاخره اکتفا بکنن و به هر حال استان ما آرامش بیشتر پیدا بکند. و توصیه هست و تاکید میکنم و تاکید اکیده که به هر حال امنیت همه حفظ بکنن و توی منطقه داخل مرزها هیچ کسی ناامنی را نکشه اینجا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین.